عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد 8 اشتباهی صحبت کنیم که میتونه یک انسان فقیر نگه داره. بسیاری از مردم تصور میکنند که فقر تنها نتیجه نداشتن درآمد کافی است، در حالی که در بیشتر موارد فقر نتیجه عادتها، باورها و تصمیم‌های نادرست است که روزانه در زندگی اتخاذ میشوند. در ادامه به مهمترین اشتباهاتی که باعث میشه افراد از نظر مالی رشد نکنند اشاره میکنیم. 1. نداشتن برنامه‌ریزی مالی. اگر ندانید که درآمدتان دقیقاً صرف چه چیزهایی میشه، به سادگی آن را از دست خواهید داد. افراد ثروتمند دقیقاً میدانند چقدر درآمد دارند، به چه میزان خرج میکنند و چه اندازه پسنداز یا سرمایه گذاری میکنند. اما افراد فقیر اغلب به صورت احساسی خرج میکنند و هیچ بررسی منظم از دخل و خرج ندارند. راهکار: از یک دفترچه یا اپلیکیشن برای ثبت تمام هزینه ها استفاده کنید و ماهانه بودجه مشخص تعیین نمایید. 2. خرج بیشتر از درآمد. یکی از خطرناکترین اشتباهات مالی زندگی بالاتر از توان مالی است. بعضی‌ها برای حفظ ظاهر یا همچشمی از وام و کارت اعتباری استفاده می‌کنند تا وسایل بخرند که حتی نیاز ندارند. به طور مثال، اگر ماهانه 20,000 درآمد دارید اما 25,000 خرج می‌کنید، به مرور در بدهی و استرس فرو خواهید رفت. 3. نداشتن پسنداز یا صندوق اضطراری. زندگی پر از اتفاقات غیر قابل پیش بینی است. بیماری، از دست دادن شغل، ترمیم موتر یا خانه و غیره. هر کدام میتواند رخ دهد. اگر هیچ پسندازی نداشته باشید، در مواجهه با هر مشکل کوچک مجبور به قرض یا فروش دارایی خود خواهید شد. پس پیشنهاد میکنیم سعی کنید حداقل هزینه 3 تا 6 ماه زندگیتان را در یک حساب جداگانه پسنداز کنید. شماره 4. بی‌توجهی به سرمایه گذاری. فقط پسنداز کردن پول کافی نیست، باید آن را رشد دهید. نگه داشتن پول در خانه یا حساب جاری بدون مفاد، به ویژه با تورم، باعث کاهش ارزش واقعی پول شما میشه. راهکار این است که با یادگیری روش‌های ساده سرمایه گذاری مثل خرید سهام، طلا یا سرمایه گذاری در کسب و کار کوچک آینده تان را امن‌تر کنید. 5. توقف یادگیری و رشد مهارت‌ها. بازار کار همیشه در حال تغییر است. افرادی که مهارت‌های جدید یاد نمی‌گیرند، دیر یا زود از دوران رقابت کنار گذاشته می‌شوند. فقر اغلب نتیجه ناتوانی در انطباق با شرایط جدید است. به طور مثال، یک نفر با یادگیری زبان انگلیسی یا مهارت‌های دیجیتالی ممکن است فرصت‌های شغلی و درآمد چند برابری پیدا کند. 6. وابستگی به یک منبع درآمد. داشتن فقط یک منبع درآمد مثل یک شغل بسیار خطرناک است. اگر آن را از دست دهید، تمام درآمدتان قطع خواهد شد. افراد با هوش مالی همیشه سعی می‌کنند چند منبع درآمد ایجاد کنند. پیشنهاد می‌کنیم تا یک کار فریلنس دریابید، فروش آنلاین انجام دهید، تدریس کنید یا اجاره دارایی‌ها و غیره روش‌های برای تنوع بخشیدن به درآمدتان. 7. تجملگرایی و همچشمی. خریدن وسایل لوکس، برند و غیر ضروری برای تحت تأثیر قرار دادن دیگران یکی از بزرگترین اشتباهات مالی است. ثروت واقعی در ذهن، مهارت و مدیریت است، نه در لباس و وسایل لوکس. حقیقت تلخ هم این است که بسیاری از ثروتمندترین افراد جهان لباسهای ساده و غیر لوکس می پوشند، اما حسابهای بانکی بسیار بزرگی دارند. 8. تصمیم گیری های مالی احساسی. خریدهای هیجانی، سرمایه گذاری های بدون تحقیق یا اعتماد به افراد نادرست همه می توانند زندگی مالیتان را نابود کنند. کنترل احساسات در امور مالی حیاتی است. راهکار: همیشه قبل از خرید یا تصمیم مهم مالی 24 ساعت به خودتان زمان بدهید تا فکر کنید. نتیجه گیری. ممکن است شما در شرایط سخت متولد شده باشید، اما با اصلاح رفتارهای مالیتان می توانید آینده متفاوت برای خود بسازید. مهم نیست درآمدتان به چه میزان است،
بلکه مهم این است که چگونه با آن رفتار میکنیم.